زمان قبل از ساعت، انسان چگونه زمان را فهمید؟ قبل از اینکه ساعت اختراع بشه، قبل از اینکه کلمه‌ای به اسم امروز یا فردا وجود داشته باشه، انسان چطور میفهمید کی باید شکار کنه، کی باید کوچ کنه و کی قرار زمستون از راه برسه؟ سال 2004 شمال اسکاتلند. باستانشناس‌ها به 12 گودال عجیب برخورد کردند. چاله‌هایی که اصلاً تصادفی نبودند. اول فکر کردن جای آتیشه یا شاید محل دفن. اما وقتی اندازه‌گیری‌ها شروع شد، شوک واقعی اتفاق افتاد. این 12 گودال دقیقاً با چرخه ماه هماهنگ بودند. هر گودال نماینده یک ماه قمری. اما این هنوز قسمت ترسناک ماجرا نبود. کل این ساختار طوری طراحی شده بود که هر سال در طلوع خورشید انقلاب زمستانی دوباره تنظیم میشد. یعنی انسان‌های 8000 سال پیش میدونستن سال قمری خطا داره و اگه اصلاح نشه فصل‌ها به هم میریزه. نه ریاضی مدرن داشتن، نه نوشتن، نه تلسکوپ، ولی زمان رو دقیق‌تر از خیلی تمدن‌های بعدی میفهمیدن. این کشف امروز به اسم تقویم وارنفیلد شناخته میشه. قدیمی ترین تقویم دقیق شناخته شده جهان، یعنی هزاران سال قبل از سومر، قبل از مصر، قبل از مایا. انسان زمان رو با آسمون تنظیم کرده بود. قبل از ساعت، قبل از تقویم، ما با ماه و خورشید زندگی می کردیم و شاید هنوز هم زندگیمون بیشتر از چیزی که فکر می کنیم به آسمون وصله. اگه ما رو سابسکرایب نمی کنی احتمالاً هیچ وقت همدیگر رو نمی بینیم، ولی اگه دنبال می کنی بهت تبریک میگم. تو هر روز در مسیر آگاهی رازهای جهان هستی.